برای چی امام بخاری با کتاب ایمان شروع کردن؟ با کتاب نماز شروع نکردن، با کتاب حج شروع نکردن، یا با کتاب آداب شروع نکردن، یا با کتاب تفسیر قرآن، یا با کتاب مثلا تاریخ دیگر کتاب ها نه، با کتاب ایمان شروع کردن؟ برای آنکه اولین واجب فرض برای هر یک مکلف این ایمان آوردن به الله است. اولین عمل که مکلف یعنی انس و جن وظیفه دار است باید ایمان به الله تعالی بیارد. و این چنین ایمان شرط باقی مانده عمل ها هست. دیگر عمل ها فایده نمیدهد اگر ایمانی به الله تعالی نداشته باشد انسان. بنابراین کتاب ایمان را در بدایت ذکر کرد و ایمان بزرگترین عمل است علی الاطلاق. در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه آمده است که میگن که سئل النبی صلی الله علیه و سلم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند که ای العمل افضل، کدام عمل افضل است، یعنی بهتر است، یعنی به الله تعالی محبوب تر است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ایمان بالله، ایمانی به الله است. و در حقیقت کسی اگر به الله تعالی ایمان آورده باشد، چقدر عملهای صالح داشته باشد، همه وی حبطه است. الله تعالی در سوره فرقان میگوید که وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عملهای کافران را مانند خاکی که پوف کرده شده است همین خیل برباد دادیم. عملهای کافران برای آنها سود نمی بخشد، فایده نمی آورد. بنابراین ایمان بزرگترین عمل است و دیگر عملها بدون ایمان قبول نیست.